پرسیدند که صاحب مال راضی است که ما همون روز عید مال کشته چند قدر گوشت که کرد پولش داده، مقصد به نیت قربانی میکشن ولی بعد اینه که ذبح میکنن و کیلوش معلوم میشود بعد پول میتیان. این درست است. کسی این خیلی قربانی میکنه و قربانی نیست برادر. قربانی همین که مال شما پول خرید، مال از آن شما شود، یعنی به درجه از آن شما شود که خواهید نمیکشید، مال شما شود، بعد قربانی میکنه. بسم الله الله اکبر. این خیلی نیکی. مثلا همین یک گوسفند بوتونه فرزند گوید که همین از نام فلانی ابن فلانی گفته بسم الله الله اکبر قربانی فلانی گفته کشت، سپس ترازو میموند گوشتای تازه شه برمیکشد، بعد میگه که نرخ این قربانی فلان پول است. همین نوع خرید و فروش درست نیست، یعنی که خاصتا قربانی، چون که قربانی باید مالکیت شما باشه. این حالی پورا مالکیت شما نه. بله خیلی نکنید. پورا گوسفند خرید اما زنده باشد مایلش. مثلا بعضی کشورها زنده لای بالی ترازو میبرد، همون که چه نگده، چون که چشمی عادی کتی دو گوسفند به دو خیل نرخ مونده نمیتوند. شاید 1 کیلو گوشت کم کنه دینا، شاید 1 کیلو گوشت آنش بسیار شه. بنابراین برای کمتر نزدیکتر شدن گوسفند زنده میبرد بالی ترازو یا نرخی معین مونده، همون که حساب میکنه و این گوسفند 3000 میشه یا 1000 میشه، تو میگه بعد گوسفند میخرید میبرید برده قربانی میکنه و حلال است ان شاء الله. بله.